سلام خدمت دوستان. امروز میخوایم بریم سراغ سایت اولاما. اولاما جایی که مدل های بزرگ زبانی و همینطور مدل های کوچک زبانی به صورت اوپن سورس گذاشته میشه که تا بتونیم دانلودش کنیم روی سیستمامون. وقتی واردش میشید یه بخشی داره به نام مدل، GPT-OSS، QNS، مینیسترال، دیپسیک، همه اینا اینجا هستن و میتونید بر اساس اینکه محبوب هستن یا جدید هستن میتونید فیلترشون بکنید. مثلا QNS رو که برید داخلش مدل های مختلفی از کوئن گذاشتن، یعنی سری های کوئن گذاشته شده با حجم مختلف. مثلا این آخریش 5.2 گیگ، بعد 523 مگ حتی ما داریم که میشه اسمال لنگویج مدل ها، و یا مثلا 142 گیگه. کانتکستش هم نوشته، مثلا اینجا نوشته 40,000. اینا یعنی چیه؟ مثلا 256 40,000 یعنی که ماکسیموم تعداد توکنی که این مدل میتونه تو حافظش توی یک کانورسیشن که با شما هستش، با شما داره، نگه داره. این شامل پرامپت خودتون میشه، پاسخهای قبلی مدل یا آوتپوت های بعدی که داره میده. توکن یعنی چی؟ توکن معادلی کلمه نیستش، یه مقدار متفاوته. مثلا گاهی اوقات میشه مثلا نصف کلمه یا برعکسش. مثلا میخواهم احتمالاً 2 تا توکن خواهد شد. میگن که معمولا اینجوریه که 100 تا توکن تقریبا 70 تا 75 تا کلمه میشه. البته تو فارسی یه خود متفاوته و در کل اینجوریه. اون مدل هم که آورده کنارش نوشته که اینپوتش چجوریه، تکسته مثلا اینجا، ولی بعضیشون هستن که از شما تصویر هم میگیرن. پایین‌تر که بریم توضیحات دیگه هم در مورد اون مدل داده شده. مثلا من میام داخل همین 523 مگه، لایسنسش هم مهمه. گفته این لایسنسش آپاچی لایسنس ورژن 2. آپاچی جزء لایسنس های رایگانه، شما میتونید دستش استفاده کنید بدون اینکه درگیر مسئله کپی رایت بشید. اینجا هم گفته که چجوری میتونید ازش استفاده بکنید. ببینید وقتی وارد خود سایت اولاما میشید میتونید خود نرم افزار اولاما رو اینجا دانلودش بکنید که من اینجا دانلودش کردم و اینجا هم میتونید ازش همینجا ببینید مدل ها و همینجا دانلودش بکنید. مثلا من یکی همین کوینستر اینجا دانلودش کردم. روش دیگه که میتونید دانلودش بکنید اینه که اینجا بزنید کپی، برید توی ترمینالتون. من یه کلیر بزنم اینجا، فارسی CLS میزنم اینجا، پیستش میکنید. وقتی که چون الان نصبش کردم پروگرس بار رو به من نشون نمیده، ولی وقتی شما نصب کنید یه پروگرس باری میاد و داره دانلودش میکنید. وقتی من الان اجرا کنم مستقیم میره توی نرم افزار و اینجا میتونم بپرسم ازش. حالا هر چیزی که میخوام میتونم شروع کنم به چت کردن باش. مثلا what is the distance between the planet Earth and the moon. فاصله بین زمین و ماه چقدره؟ وقتی میزنید اینجایی که خاکستریه، تفکرش هم داره میگه که ببین یوزر از من چی میخواد، فاصله بین زمین و آسمان و زمین و ماه. مقدار فکر کنم بعد میگه که خب قبلا میدونستم که 13,000 تا کیلومتر فاصله داره از زمین، اما آیا دقیقه؟ می‌بینه یه مقدار اسلاید دیفرنس، تفاوت کوچیک وجود داره بین 2 تا میجرمنت، 2 تا دقت ارزیابی. حالا شما میخواد فکر کردن آخر سر اینجا به شما نتیجه رو میده. اینجا که سفید کامل 384,000 کیلومتر فاصله است بین زمین و ماه. حالا همین کارم شما من اینجا انجامش دادم. حتی اینجا تو داخل خود اولاما میتونید باهاش صحبت بکنید. مثلا اینجا بهش گفتم که مثلا چند تا پارامتر داری، یا میتونی بری سراغ اینترنت و اطلاعات فچ کنی بیاری. میگه نه من به اینترنت وصل نیستم. بعدش پرسیدم که کیک برنجی چجوری میشه تولید کنیم بسازیم.
ingredient ترکیباتش رو گفته، preparation و پختشو. اینجا میتونید باهاش صحبت کنید و چت بکنید. ممنون از شما. لایک و شیر فراموش نشه.